خب دستگاه مشتری عزیزمون جناب رحمتی. خب کارآموزای عزیز، مرجع عزیز، ببینید دستگاه روزی که مراجعه کردیم ارور 40/60/70 داشت. ارور مربوط میشه به سوختگی ULN و مشکلاتی که توی قسمت فن دستگاه است. یعنی فن دستگاه رو روی بورد تشخیص نمیداد، جدا از اینکه پرشر دستگاه در اثر کار خراب شده، یعنی باعث نویز شده بود. خب بعدش رسیدیم دستگاه جوش آورد. زمانی که دستگاه جوش میاره پمپ دستگاه رو بررسی کنین، ترجیحاً روتور پمپ رو عوض کنین که کم هزینه تر باشه، کاری که برای مشتریمون انجام دادیم. اگه جواب نداد کل پمپ تعویض میشه. در نهایت هم سنسورها NTC رو چک کنین که آب به صورت یک نواخت به مشتری برسه. البته جدا از این که تنظیم شعله، ارتفاع شعله 1/2 و 1/3 و 2/3 باید رعایت شه. اگه رعایت نشه شما NTC هم عوض کنید بازم دستگاه